سلام و درود بر بکس گنگ یوتیوب. خوش اومدین به این ویدیو. اگه داخل بازی لگ داری یا FPS داری ویدیو مخصوص خودته. یک برنامه واسهتون آماده کردم که لگ و داخل بازی کلا از بین میبره و رجیسترتون رو به خوبی افزایش میده. اسم برنامه رو درست کردن آموزش برنامه رو براتون تا آخر ویدیو قرار دادم. بریم سراغ ویدیو. بریم برای دانلود و درست کردن برنامه. میری داخل اپل استور یا گوگل مینویسی پابجی می گیفکس تول. پابجی می گیفکس تول. آره مینویسی پابجی می گوگل بنویسید سری میاد. می برنامه رو دانلود میکنیم. برنامه وقتی که دانلود شد میری داخل برنامه. حتما اول باید چیزکتون فعال باشه. اون فلش گذاشتن واسه تو هم مثل فلش ها بهت گزینه واسه تو انتخاب میکنی. چیزکتون حتما فعال باشه. گزینه رو گلوبال میزنی. اف پی اس رو به دلخواه انتخاب میکنی. مثل گرافیک هم میزنی سوپر اسموت و اون گزینه پایین مثلثه رو میزنی. که بذارین کانکت شه. صبر میکنیم اینجا. اون گزینه بهتون میاد بالا رنگ میزنید یا میره داخل بازی.